برای تولدم من موهامو این مدلی کردم. و خب یه سریاتون سوال کرده بودین که چجوری موهات انقدر لخته بدون وز بدون حالت. یه چند وقتی میشه که من انزو خریدم. به شدت ازش راضیم، به شدت. و حالا که سوال کردین و بحثش پیش کشید گفتم یه معرفی کامل واسهتون بکنم. 2 تا سری داره توی سایزهای مختلف برای براشینگ. برای خوش کردن مو این حالتش حرارت رو کنترل میکنه و باعث میشه که به موهاتون آسیبی نرسه. این سریش هم برای صاف کردنه. 2 تا سری هم باز تو حالتهای مختلف برای کرلی کردن موهاتون. این هم از خود دستگاه که همینجوریش هم میتونید استفاده بکنید واسه خوش کردن موهاتون. ایتالیایی هستش، بعد از برند دایسون این برند بهترینه. در واقع این جایگزین دایسونه. به جای اینکه 60 میلیون پول دایسون بدی با 1/10 قیمت میتونی این دستگاهو بگیری. دارم میگم درجه‌های مختلف داره، نمیدونم شنیدین یا نه. این سرش هم که گفتم برای کنترل حرارته. تک تک سریاشو واسهتون تست میکنم. از این سریش من خیلی خوشم میاد چون هم موها رو خوش میکنه هم بلافاصله لخت میکنه. یه نکته خیلی جذاب و مهم این که اصلا اینا داغ نمیشن. نگاه کن. اصلا داغ نیست. اینجا رو نگاه، صاف شلاقی بدون هیچ وز و حالتی. حالا نوبت اینه. اینم از کرلیش که هر جوری دلتون بخواد میتونید کرلی بکنید. حالا همینقدر بزرگ یا ریستر یا حتی ریستر از این. وقت براشینگه. این دستگاه انزو رو من از پیج داخل کپشن تهیه کردم. از نظر من حتما بگیریدش چون پول یه دستگاه شما میدی ولی چندین تا دستگاه تحویل میگیری و کلا شما از آرایشگاه رفتن و وقت سالن و اون همه هزینه کلا بی‌نیاز میکنه. یکی از بهترین و کاربردی تریناست. از پیج داخل کپشنم با اطمینان کامل میتونید تهیه بکنید. فعلا